من اسمم امید، 38 سالمه و این اولین ویدیوییه که من توی یوتیوب دارم منتشر میکنم. این ویدیو رو میخوام معرفی چنلم باشه و اینکه اصلا من کیم، چیم، چی کار قراره انجام بدم. من قراره تو این چنل ذهن تو رو آماده بکنم که تو برای لاغر شدن دنبال راز لاغری نباش، چون لاغر شدن رازی نداره. تو باید سبک زندگی تو عوض بکنی تا به اون تناسب اندام برسی. یعنی باید خیلی چیزها رو تغییر بدی تو زندگی تا وزنت کم بشه، ولی متاسفانه ما فقط میخوایم که یکم کم بخوریم و لاغر بشیم، که این اصلا اینجوری نیست. یعنی نمیتونی با همین سبکی که الان داری زندگی کنی فقط به تناسب اندامت برسی. خیلی چیزها رو باید توی زندگی تغییر بدی تا به اون تناسب اندام، که البته یکیش تناسب اندامه، برسی. پس به خاطر همین دنبال راز لاغری نباش، چون اصلا لاغر شدن رازی نداره. چند تا المان کنار هم قرار میگیره و اینه که تو لاغر میشی و در کنار لاغریت خیلی چیزهای دیگه هم به دست میاری. پروسه لاغری اینجوریه که تو اول از این عکس تبدیل میشی به این و از این تبدیل میشی به این و از این تبدیل میشی به این و زمانی که تبدیل میشی به این دیگه خودت تمام مهارت‌های زندگی رو به دست آوردی و میدونی که دقیقاً چی برای بدنت خوبه، چی برای بدنت مضره. من نمیخوام تو این چنل به تو بگم که اگر قند رو از سفرت کم کنی، نوشابه نخوری، غذای چرب نخوری، به این میرسی. من میخوام یه کاری با ذهن تو بکنم که تو خودت سمت این مواد مضر برای بدنت نره، چون الان دیگه تقریبا همه میدونن که چه چیزی برای بدنشون مفیده و چه چیزی برای بدنشون مضره. به خاطر همین من این چنل رو راه انداختم که بیام توش در مورد این موضوعات صحبت بکنم و وقتی که این کارها رو ما با هم انجام بدیم قطعاً به لاغری هم میرسه. یعنی اینو من بهت قول میدم که میرسه، چون من خودم این پروسه رو رفتم، خودم تمام اینا رو طی کردم. از اون دسته آدمایی نیستم که بیام از روی کتاب بخونم براتون رو که بگم که آقا تو اگر رژیم ژاپنی بگیری و این کارو بکنی اون کارو بکنی، خودم هم هیچ چیزی رو انجام نداده باشم تو میتونی انجام بدی. نه، من تمام کارهایی که خودم انجام دادم و بهتون توضیح میدم تا شما هم بتونید انجام بدید. به خاطر همین من نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه، چون در اصل این یه ویدیو معرفیه. من نمیخوام خیلی طولانی بشه، ولی تو ویدیو بعدی من رژیم غذایی و ورزشم رو براتون توضیح میدم. من رژیمی که داشتم رژیمی بود که من همه چی مصرف کردم، یعنی در این حد بهتون بگم که من همه چی مصرف کردم و حتی من یک جلسه باشگاه نرفتم. یعنی تمام ورزشی که من انجام دادم توی خونه بوده و اصلا ورزش من ورزشی نیست که وقتتون رو بگیره و باعث این بشه که نتونید انجام بدید. یا قطعا اگر ارادهش رو داشته باشید همه میتونن انجام بدن و به یه بدن ایدئال برسید. پس به خاطر همین چنل منو لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهایی که بعدم میذارم جا نمونید. ارادتمند، چاکر.